و اگر از این طریق استفاده میکنین هم باید لیست همون قسم جور کنین، هیچ فرق نداره که لیتر باید لیست همون رقم برشان جور کنین. انولپس اینجا هم خوانده بودیم، اینجا هم خوانده بودیم. لیبلز اینجا بود، اینجا بود. اون یک چیز است اگه لیبل جور میکردین. لیبل به خاطر چی بود فراد؟ یاد است؟ کی یاد داره؟ لیبل چی بود؟ لیبل کلا چیز که و نورمال ورد داکومنت هم همون داکومنت هست، مثلا اینجا که جور میکنی ضرورت به این نیست که باز لیتر انتخاب کنی. و استپ بای استپ میل ویزارد باز اینی کارا رو که ما اینجا کردیم، مثلا لیتر انتخاب کردیم یا ای باز از اینجا لیست انتخاب کردیم، بعد از اون فیلدز اد کردیم، اینی کارا کلش اینجا میشه. اگه کلیک کنی مثلا این طرف می حالا اینجا که آمد دایی اول پرسان میکنه که لیست باید از کجا میکنین، لیست نو انتخاب میکنی یا فعلا که داری امیر انتخاب میکنی. اگر لیست داشته باشی اینی رو کلیک میکنی، اگر نو جور میکردی باز اینی رو انتخاب میکنی که نیو باز از اینجا چی کلیک میکنی کریت. این خود دیدین که مو چیز است نه، باز از اینجا چنج میکنین لیست و اگر داشته باشین اون رو انتخاب میکنین بازی رو کلیک میکنین و از اینجا سلکت دیفرنت بعد از لیست انتخاب میکنی که ما لیست داریم، یعنی باز لیست نامد اوکی میکنی. بعد از اینجا چی رو کلیک میکنی نکست، نکست کلیک میکنی، نکست کلیک میکنی، اینجا کل نفرایشان نشان برات میده. بعد از اون از اینجا فیلد شرط میکنی و پس اون کارهایی که اونجا میشد اینجا میشه. فهمیدین؟ و این رقم دیروز خواندیم. لیست نو جور میکنی، لیست نو جور میکنی، لیست که داری سیو شدگی از وای استفاده میکنی. و دیگه اینجا use from outlook. outlook یک پروگرام دیگه هستن این در آفیس، وقتی که آفیس اینستال کنی که چی اینستال میشه به نام چی؟ outlook. این به خاطر ایمیل ها استفاده میشه. همیشه در دفترها تقریبا 80% 90% به خاطر ایمیل کل دفترها کدام پروگرام استفاده میکنن؟ این فایدهشون چی است؟ این به خاطر ایمیل. مثلا ما ایمیل داریم در دفتر، ایمیل دایی کانفیگر میکنه، باز وقتی که این رو باز میکنه هر چند ایمیل که آمده باشه کل ایمیل ها دایی پروگرام میه. باز اگه اینترنت باشه یا نباشه ایمیل ها اونجا موجود میمونه، باز هر وقت استفاده میکنی. یعنی همیشه در هر دفتر که است به خاطر ایمیل ها از کدام پروگرام استفاده میشه؟ از پروگرام اوتلوک. باز اگر خودت لیست در اوتلوک داشته باشی، مثلا لیست جور کرده باشی که یگان وقت برای اون نا ایمیل روان میکنی، این یک لیست اگه باشه که از اون پروگرام بگیری، باز از چی استفاده میکنی؟ چوز فرام اوتلوک کانتنت. او در صورتی که باز اینترنت باشه و اوتلوک کانفیگر بشه باز کار میکنه. و ادیت میفهمین که اون لیست باز اینجا برات نشان میده. بعد از اون هایلایت مرج فیلدز. هایلایت مرج فیلدز باز چی کار میکنه؟ مثلا اینجا باش که علامه را است فرض کنم و اینجا مثلا سابجکت هست و لیتر است که با چند نفر شما روان میکنه و اینجا فیلدز هم جور شدگی را گرفته بودیم. نه لیست که دیروز جور کردیم، نام و دیت و تایم آدرس. اول کی بود؟ فرهاد. دوم کی بود؟ قاسم همگی. و اگه ای را پس کنی باز اینجا نشان نمیده. باز اگه ای کلیک کنی این کلش برات نشان میده. سر کلیک کردیم یا را کلش انتخاب کردی، یعنی چی مانا که اینی ما از کجا گرفتیم؟ از اینو لیست گرفتیم. یا را چرا انتخاب نکرد؟ به خاطر که یا را ما اینجا نوشته کردیم. همیشه هر فیلد که از اینجا گرفته باشی وقتی که اینی را کلیک کنی برات نشان میده. اگه زیاد باشه مثلا در چند جای استفاده شده باشه برات معلوم نمیشه، بعد از این را کلیک برات نشان میده. مثلا این را کلیک کردی کل نام معلوم میشه، این را کلیک برات نشان میده که اینی کی هستن، از کجا گرفتی، از اون لیست گرفتی. فقط هایلایت میکنه، انتخاب میکنه. و آدرس بلاک، اگه آدرس بلاک اد میکردی مثلا اینجا ما میگم که آدرس از اینجا میتونی که مثلا اگه آدرس داشته باشی که تایم و کل چند چیزا چند فیلد یک جای کنی و بندازی، از اینجا هم میتونی که کلیک کنی مثلا میگه که آدرست چه قسم باشه که فرهادم نوشته باشه و کمپانی خود آدرس بود، نامش هم نوشته باشه، این چیزا نوشته باشه. اینجا مختلف مثالایشون هست. اگر یک میخوای مثلا نیره کلیک میکنی باز چیکتش نوشته میشه فرهاد فامیلی، پایین باز آدرس نوشته میشه. این آدرس بلاک میگه. میخوای که از یا استفاده کنی که چه قسم آدرس برات جور کنه. بعد از اون امور کلیک کن، در جایی که کرسر موندی اونجا اد میشه. که اینجا ما کرسر مونده بودیم اینجا جور شد. اول از کی بود؟ از فرهاد. نکست کلیک کنی، دوم از کی بود؟ از محمد قاسم بود. این آدرس بلاک میگه. اگه میخوای آدرس بلاک جور کنی. گریتینگ لاینز، باز اگه میخوای گریتینگ لاینز جور کنی، گریتینگ چی رو میگه؟ گریتینگ به انگلیسی چی رو میگه؟ اگر میخوای که گریتینگ لاین رو جور کنی که در شروع مت یک جمله را اد کنی که
ویلکام واره باشه گریتینگ لاین باشه باز چی رو استفاده میکنی گریتینگ لاین در گریتینگ لاین چی رو میخوای که اضافه کنی مثلا دیر اضافه کنی تون اضافه کنی زیاتر وقت که ایمیل روان میکنین اپلیکیشن روان میکنین باز چی اضافه میشه دیر اضافه میشه نام چه قسم باشه مثلا میستر کاتش باشه این دیزاین هایشون از هر یک انتخاب میکنیم من میگم که مثلا این رو باشه کاما و آخرش باز کاما باشه بعد از اون در لاین اول مثلا نوشته میکنی که دیر فرهاد بعد از اون کاما بیا یا نی علامه بیا یا یک شمع بیا زیاتر کدام استفاده میشه کاما استفاده میشه مثلا نوشته میکنی دیر قاسم کاما بعد از اون لاین دیگهش نوشته میکنی این گریتینگ لاینز میگه که اینجا چی رقم باز جور میشه دیر سر رو میدم باز هر جایی که کرسر مونده اینجا گریتینگ لاینز هم جور میشه که دیر سر رو میدم شراکتشون باشه فهمیدین و اینسرت فیلد خو خواندیم وقتی که اونجا لیست جور کنی نظر به اون لیست کلش اینجا میاد این آپشن ها را صبح میخوانیم پریویو را میفهمین اگر پریویو کلیک کنین اینجا یا را نشان نمیده اگر پریویو کلیک کنین اکچوال نام رو نشان میده نکست پریویوس میکنی کلش برات نشان میده اول و آخر و این را پس کنی باز نشان نمیده پایین اگر کدام نام پیدا میکنی که این نام در لیست است یا نیست مثلا من میگم که فرهاد فایند از فرهاد میگم در کجا برام پیدا کو در نیم برام پیدا کو فایند فرهاد در چهارم است یعنی این در اول است کلیک کو پیدا کرد اگر کدام نام پیدا میکردی مثلا زیاد نام رو ارد کردی میبینی که فلان نام ارد است یا نیستن فقط اینجا نامش نوشته کو مثلا میگی کدام نام دیگه هم بود مثلا میگم علی در کدام جای برام پیدا کو آل فیلدز مانا در کلش ببینی که در یکش باشه و دیس فیلد به این مانا که تنها در نام برام پیدا کو باز فایند کلیک کردی کلوز که سایکال اینجا در چهارم هست علی نه علی نیست خو خالد است در خالد علی است نه این را فاین میگه چک فار ایررز اگه کدام ایرر میررش چک میکنی اگه ایرر داشته باشه اگه نداشته باشه خب زیادتر ایرر نمیه باز می مرج ادیت ایندیویدوال و پرینت خواندیم که چی کار میکنه راستن باز پرینت برات میکنه و اینجا که رو ما کلیک کنیم اگه کل ریکاردز میخوایم مثلا 4 ریکارد کلش میخوایم چی رو کلیک میکنیم آل کرنت ریکارد اینجا کدام شماره است چهارم کی است خالد تنها برای می جور میکنه و فرام شماره میتیکی است چند تا چند و اگه کلش میخوایی باز کلیک میکنی و دیگه شان هستن سند ایمیل مسیج اگه میخوایی که چی کنی ایمیل روان کنی باز کلیک میکنی خب ما اینو کلیک میکنیم اوکی میکنیم یعنی در هر صفحه برای یک نفر اینجا گریتینگ لاین شد اینجا آدرس بلاک شد و اینجا لیتر شد فهمیدین میلینگز مشکل نیست خوی مینیوم خلاص شد بعد از اون میایم به ریویو چی مانا تکرار ریویو تکرار کردن مثلا من براتون میگم که درس‌های سابقه را روزانه چک کنین یا کتتان بخونین یا تکرار کنین باز باید چی بگین ریویو کنین درس‌هایتان ریویو کنین ریویو مانا چک کردن اینجا ریویو چی کار میکنه مثلا خودت راپور جور کردی کتاب جور کردی هر چیز که از تقریبا جور شده حالا مکمل شده تقریبا مکمل شده حالا دوباره یک بار چک میکنی گاهی اسپلینگشون غلط است گرامرشون غلط است به خاطر هر غلطی یک بار ریویو اثر چک میکنی که چی غلطی داره چی غلطی نداره کدوم چیز از پیش مونده نمونده باز ریویو کلیک میکنی در ریویو اول چی هستن اسپلینگ و گرامر این روز اول ما شما که ورد شروع کردیم خواندیم وقتی که زیر یک لغات یک جمله لاین سرخ بیای چی معنی داره فراد اسپلینگشون غلط است باز سرش رایت کلیک میکردیم از اینجا ما صحیح میکردیم اینجا هم هستن کلیک میکنیم سعی که اینجا میگه که لغاتی که اینجا سلکت شد به نام باریا میگه این نام که هست امکان داره اشتباه باشه ما شما روز اول خواندیم که نام‌ها که هستن در دیکشنری نمی باشه این پروگرام بر خود یک دیکشنری داره که این زیرش هست باز میخوانیم هر لغات که در دیکشنری باشه وقتی که ما نوشته میکنیم زیر از این سرخ لاین نمیه که در دیکشنری نباشه بعد از اون سرخ لاین به خاطر که هر لغاتی که نوشته میکنی در دیکشنری چک میکنه اگر اسپلینگشون اون قسم بود خب میگه صحیح است اگر اسپلینگش اون قسم نبود سرخ لاین میه که امکان داره تو اسپلینگ غلط نوشته کرده باشه خب نام‌ها چون در دیکشنری نمی باشه از این خاطر نمیه سعی که اینجا یگان چیزا که نظر به انگلیسی قسم لغات ها هستن برات مشوره میده که اگه میخوای که این لغات به این تبدیل کنی باز چی رو کلیک میکنی چنج مثلا امکان داره اشتباه کرده باشی تو میگی اینش صحیح است کلیک میکنی باز چنج آل چی معنی که هر چند که نوشته باشه کلیش برام چنج کن ایگنور به همین حالت بانش باز لاین سرخش پس میشه لاین سرخ چی شد پس شد خب به همین حالت میمونه و این سر لاین پرینت میشه یا نمیشه پرینت نمیشه این تنها به خاطر اینجا که برات نشون بده که اینجا اسپلینگ و چیزاش غلط هستن
اگه گرامر غلط باشه باز چه قسم لاین می آمد؟ آبی سبز می آمد که برات نشان میداد که اسپلینگ. این اسپلینگ و این گرامرشان هستن. وقتی که راپور جور میکردین یک بار چک کنین، دوباره ریویو کنین، ببینین که اسپلینگش غلط نباشه، گرامرش غلط نباشه. تریجر اگه کلیک کنی این دیکشنری ورد هستن. مثلا یک لغات انتخاب میکنیم، من انتخاب میکنم سابجکت و اینجا اینی رو کلیک میکنم، سابجکت باشه که من دو علامه‌اش رو پاس کنم. حالا که این لغات رو برام پیدا کنم، این لغات رو بنویسم. سابجکت چی مانو؟ سابجکت مانو تاپیک، تیم، فوکس، کوشن ایشو. مثلا من نوشته میکنم چی مانو؟ decent, respectable, moral. هر لغاتی که اینجا نوشته کنی اینجا سینونیمزشون میاد. این سینونیمز میگم، لغات‌های مشابهشان اینجا براتون نوشته میکنم. مثلا من نوشته میکنم nice چی مانو؟ enjoyable, pleasant, good, fine, lovely. هر لغاتی که اینجا نوشته کنین اینجا میاد. و اگر سرش رایت کلیک کنین، سر ازی که رایت کلیک کنین اینجا هم هستن. ببینید سینونیمز. کمپانی چی مانو؟ بزنس. این کل معلوماتشون از کارپوریشن دیگه. باز اگر یک کلیک کنیم، اگر ما این کلیک کنیم در جای از او بازمون نوشته میشه. این میگه تریجر. فهمیدین اینا؟ بسیار خوبشان هستن. یگان وقت که کدام لغات نفهمیدین سرشون رایت کلیک کنین، اینجا ببینین یا برین در تریجر نوشتهش کنین، سرچ کنین تا که براتون سینونیمزشون بگه چی معنا داره. ورد کاونت، ورد چی معنا؟ لغات. کاونت حساب کردن. این که کلیک کنین برات حساب میکنه. کلش چند صفحه است؟ 4 صفحه است. چند لغات هستن؟ و کرکتر نو سپیس. کرکتر یک حرف چی میگه؟ کرکتر میگه. هر حرف کرکتر میگه. نو سپیس بدون اسپیس. در مابینشان اسپیس نیستن. کل چند هستن؟ و در مابینشان که اسپیس هست که تیزو باز اینی هست. اینی قدر پاراگراف هست و اینی قدر لاین هستن. این میگه ورد. فهمیدین تا اینجا؟ بس است.